خب چیزایی که لازم داریم، یک عدد دستمال کاغذی هستش که ما میخوایم باش لنز رو تمیز کنیم، لنز سیدرام یاسین کریمی. بعد الکل برای اینکه میخوایم به دستمال آغشته کنیم، پیشگوشتی. بعد سر پاس کردن. بعد یه مدت که خب از عمر دیویدرام میگذره، به خاطر همین مسائل استهلاک و بعد پاک شدن روغن روی تسمه، سرعتش میاد پایین که با انجام دادن این کارا حالا خیلی سرعتش بر نمیگرده به حالت اول کار کنه، ولی خب خیلی بهتر میشه اگه پیچی در بیاد. خب داخل دیویدرام هم چیز خاصی نیست، البته پشتشه. چند دیویدرام قدیمی هم هست، خاک تو 3 سال. لازم به ذکر که صاحبش الان پشت سر من داره رژه میره. داخلش هم خبر نیست، اون که موتورشه، اونم لنزه. حالا بذار نمای بالا قشنگ بهتون نشون بدم. از اینجاش باید بگیریم بکشین عقب که این بیاد بالا. کل کار اصلی ما با این لنز است، با جای دیگهش کاری نداریم. ببین چقدر صفر شده، این نباید اصولا اینجوری باشه. اینجور موقع ها ببین اگه این حالا خوب نشون بده، این پرزایی که اینجا جمع میشه روی این میله، خب این نمیذاره این به اصطلاح موتور پیشران بدبخت این لنز رو بخواد بالا پایین کنه، جونش در میره. اینجور موقع ما اینو خودشو پیدا کنیم، ولی این یه تیکر هم با دستمال کاغذی ما بتونیم تمیزش کنیم خیلی بهتره. این قشنگ پرزا معلومه. اینا بعد یه مدت، معمولا بعد 4 سال 5 سال خب این پرزا رو میگیره. بیشتر از این هم لازم نیست بازش بکنیم، ولی خب حالا من بازش میکنم، شما ببینید. این چون خیلی الان سرده، البته میترسم بزنم دوتا از خاراشو بشکنم، پس بازش نکنم. الان بهتره، چیز خاصی نداره. این که واسه جلو عقب کردن درایوره. این درایور اینجوری میاره بالا، بعد میاد بیرون. یه قلاب اینجاش داره، اینجوری هول میده میاره بالا، بعد از اینجا میاردش بیرون. چیز خاصی نداره. اینم که محرکه، اینم که لنزه که ما اینو قراره تمیزش کنیم و تمیز کردن خیلی تاثیر میذاره تو سرعتش. البته تمیز کردن کل اینم خیلی تاثیر گذاره. خب اینجا از چوب کبریت میتونیم استفاده کنیم واسه تمیز کردن لنز. از تا همین سر خود این پیشگوشی هم میتونیم استفاده کنیم. دستمال کاغذی سر پیشگوشی میپیچیم، بعد یک مقدار خیلی کم به الکل طبیعی، الکل صنعتی، جایی که میتونین استفاده. البته این ژل خب ولی این توش خیلی مقدار زیادی الکل داره. الکل صنعتی به جان استفاده نکنین، چون الکل صنعتی خودش یه رنگی داره و بعد اون یه مدت اون رنگ خوش میشه رو لنز و بعدتر صورتشو میاره پایین. و خیلی دیدم با الکل صنعتی برمی‌دارن کیبورد ضد عفونی میکنن و کیبورد رو به لقاء الله میپیوندونن.
میذاره که گذاشتیم، بعد با توی دستمال کاغذی تمیزش میکنیم. بعد من بعد از انجام این کار دوباره از صاحب این دیویدی رام خواهم پرسید که چه تأثیری گذاشته بوده روی این. این لنزش هم لنز به اصطلاح یه حالت چی بهش میگن، استابلایزره، خود لنز داره لرزشگیرشو. من رو باید الکل استفاده میکنم، ولی خب ژل زدم. این ژلم خیلی بد پاک میشه، خرابی به بار نمیاره، بد پاک میشه. استابلایزرشون خراب نشده ولی خب با همون ژله، با همون دست تیکه که ژلی شده، یه تیکه که آشغال گرفته، کثافت و پرز گرفته، یه تیکه دستمال سیاه شد، تمیز میکنیم. ننگ بر صاحب این دیویدیرام. این کار رو بکنید خیلی سرعتش میره بالاتر. حالا برای روغن زدنم من بهتون میگم چیکار بکنید. این آوردم جلوی که قشنگ اگه فوکوس کنه، فوکوس کنه خوبه. این لنزش خیلی تمیزتر شد نسبت به قبل و خب خیلی بهتر میتونه اطلاعات رو داد. حالا واسه این دوتا میله که این روش، این خیلی سفته الان و اینو من یه مقدار روغن چرخیاتی میزنم که خب این نرم و روون باشه و من الان میخوام برم روغن چرخیاتی بیارم. خب روغن چرخیاتی هم الان برداشتیم آوردیم. حالا برای اینکه بخوایم روغن چرخیاتی رو بزنیم دو تا راه داریم. یعنی که اینجوری بگیریم شره کنیم توش که اونم چیکه میکنه تو مدار و اصلا راه خوبی نیست. راه دوم بهتر تمیزتر، این که دستمال کاغذی برداریم و توک اون دستمال کاغذی رو به روغن آغشته کنیم و بعد با دستمال کاغذی اون نواحی متحرک رو، آلات متحرک رو چربش کنیم. اون ورش رو من زدم نرمتر شد یه ذره. حالا من واسه محکم کاری اینجوری میذارم، بعد یه خیلی کم از بالا میریزم خیلی بهتر شد. سر روغنم میخواستم ویدیو باز کردن دیویدی رو از کیس هم واسه تون بزنم، ولی دیگه گفتم این دیگه خیلیش در بیاره. حتما یه نفر دیدم نتونست در بیاره. خیلی نرم شد.
این خیلی موقع هست که بعد از اینکه این دیویدی رام کثیف میشه و استهلاکش میره بالا، دیویدیو که میذاری نمیخونه یا بد میخونه یا کلا دیگه اصلا اذیت میکنه. اگر این مراحلی که من انجام دادم انجام بدیم، به احتمال 90% این مشکلات برطرف میشه. ولی اگه انجام دادین این کار رو و باز هم برطرف نشد، یعنی اینکه کلا دیویدی رامه به لقاء الله پیوسته دیگه و یه مشکلی از این چیپسش داره، یه جایش مشکل داره. البته این دیویدی رام خوبیه، دیویدی رام پاناسونیکه. حالا البته کلاس 1 هم هست ولی خب زبان خودش قولی بوده. دارم میخوام که فوکوس کنم روش، اگه این بکنه آها باریکلا. کیفیت لحیماش هم واقعا خوبه. بعد تمیز شده، یعنی تمیز شد، یعنی یه قبل و بعد اگه بزنین میبینید چی شد. خب اینم از آموزش سرویس دیویدی رام. مرسی که تا اینجا همراهمون بودیم. امیدوارم برین دیویدی رامتون رو باز کنین و تمیزش کنین، فقط گند نزنین. بذار واسهتون ببندمش که هنوز تمام نشده، بذار ببندمش کامل. اینجاش هم که با اینا کاری نداریم، این قسمتش هم که اون فلته میخوره، اینم که واسه پاور دیگه. اینو برعکس نزنین که میسوزه. این یه تیکش کجی داره، پین داره به اصطلاح. اینو قشنگ تو اون بکنید، کج نکنیدش که ازش دود بلند میشه. اونو من الان دارم درست میذارم. آیا دمار زیاد ده که دارم درست میذارم؟ درست نمیذارم. الان درست شد. خب این دوتا خارا قشنگ باید بیایم تو. دیویدی رام هم که حتی نو هم خواستین بخرین، حتما نگاه کنید ببینید ورقه پلمپش باز نشده باشه، چون خیلی راحت دیویدی رامای تعمیراتی و استوکو میکنن تو جعبه و میندازن بهتون. واسه خودم پیش اومده. این ورق اینو حتما نگاه کنید که باز نشده باشه از قبل. چارسو خوب پیدا کنم. این چارسو انقدر گنده است که اذیت میکنه. والا بکنم خوب باشه. آره حالا توی فیلم‌های بعدی، حالا فکر کنم فیلم بعدی که این ویدیوهایی که تا الان گذاشتم دستگرمی بود. ویدیوهای بعدی دیگه برم سراغ آموزش ساخت تیزر. همون شکل. انواع اقسام، صورت‌های مختلف. بعد نرفتیم تو. یه چیز دیگه، اصلا این پیچ واسه این نیست. درست. خوب جا نرفته بود. این هم اینجوری خوب جا نرفته. ایناش اینجا باید باشه. نه اینجا اینجا چی داره؟ اینجا بس اونجا. خب یه تیکه هم که برای منبع تغذیه‌شه، اینم که واسه فلت جابجایی انتقال دیتا. اینا از دیویدی رام دیگه. دکمه‌شو میزنه میاد بیرون. بعد این سرش من نمیدونم کجاست. اشکال نداره بابا، سر میخواد چیکار. لایک یادتون نره. اینم برای بار 1000م
فقط ویو نزنید لطفا، لایک هم بکنید یا ساب میکنید لایک هم بکنید، چون اگه حساب خالی بکنید بات تشخیص داده میشید، چون با وی پی ان اومدید و ممکنه با همون آی پی که شما اومدید به 1000 نفر دیگه اومده باشه.